نه سابقا میگفتن همین سیل سیل است. سرگردانیام بله. از تو کدام طرف است؟ از ما سرگردان هستیم سرگردان است. افتاوا سودا میکنی؟ جان ها. چیز میز شد سودا کردی؟ نه والا یک دانه سودا کردیم. ولی 2 روز باید مانده تو باید تکال یک جایی میبودی پیر بارک میبود گیره میخرید. چی کنیم بچه من دمیجای سرسن میگه از کجا آمدی؟ چه قرار آمد؟ ترستون آمدم شهر رفته بودم افتاوا خریدم اینال میرم کارت 4 کارت 3 پیاده تا کی سودا شد؟ تا کی سودا یعنی چند نه؟ یا دانه 20 روپیه کلانای دانه 20 روپیه و 30 روپیه. حالا این چقدر فایده خواهد نه؟ یک 10 روپیه میمونه. بچهای جوان کجاست؟ بچهای جوان چی بگویم دیگه اعلام کردن بچه شوی کردن زن نکردن شوی کردن. حالا بچه ها رفتن شوی کردن یا زن؟ یعنی میره واضح بسا؟ زن کردن مگر زناشون حال شوی از بگوست زن خود کردن. حالا از کلگی همونطور از یاستن از بچه؟ بچه های ما حالا با می روز کتیشن؟ با اینمی روز کتا کردیم چطور کنیم 74 سال عمرم شده 50-60 سال اینمی دلکاری کردیم. اینا را گدایی از رو خونه نبشه طرف سرک ساشم به نام خدا بود اینمی را بسوشیم. چند تا بچه داری؟ 4 تا کلش صاحب زن؟ یکیش نامزاد است 3 تا شاد زن است. تو زن دادیشان یا خود پیدا کردن؟ نه مردان داریم. از پیسید خوده؟ پیسه خود. اینا زنها را گرفتن رفتن؟ مستقل شدن؟ مستقل. آنام داره؟ آنام داره. در رنگشان هم خوشه؟ خوب. دلشان جمع دیگه؟ بیغم. پدر و مادر ایجاد شد؟ پدر مادر نداشتن پیش خود دیگه نداشت. حالا اگه این برنامه را ببینن با چی بگویم حالا اگه ما چیز بگویم خفه نشن این خورای خدا نیست دیگه. حالا دیگه مجبور هستیم چی کنیم بچه. طلب سرک استاد شده نمیتونم که به نام خدا مرا بده. این میره میگردم. حالا من میاره چی بگویم این بچهای ترا؟ این بچه ها دیگه حالا گفتیشان که با پدرتان هستم ولی از خدا. نه نمیتونن دیگه چی بگویم؟ هیچ خبرتان نگرفتن؟ چقدر وقت از جدا هستین دور است؟ تقریبا یک 6 سال 7 سال میشه جدا هستم. خارج هستن داخل؟ نه یکیش در قندار است که زن چوچو پوچ خود رفته 2 سال میشه. هیچ یک زنگ آمد تا یک زنگ نمیزنه. خب این حال ما اولاد دارم ولی ما ایران ماندیم که اگه اینی چیزا را که ما میبینیم این رقم باشه دیگه والا ما از میاله به ما سخت است. والا مشکل است. خب حال از ما خفه نشن بچه‌ها. ما صرف دیدم اینجا چرت میزدی گفتم باشه یک دو کلمه گپ کرد بزنم فکر دیگه شود. کار ما را حتما نکردی دیگه. نه هیچ. باش که نه. بگی. یعنی هم از طرف ما با خودت. خدا خیر و سلامت باشید.